آقا درود به روی ماهتون. بچه‌ها ایراد برقی که برای ماشینتون پیش میاد، از قطعات برقی داخل موتور گرفته تا چراغا و نمیدونم در و پشت آمپر و پمپ بنزین و همه اینا، ببینید بچه‌ها قبل از اقدام به تعویض لوازم یه سری تستا لازمه. ببینید بعضی از این قطعات ممکنه سالهای سال کار بکنه و شما با این قطعات جدید جابجا میکنید و ماشین رو میندازید تو چاه. ببینید سیمکشی مادر تو هر ماشینی زمانی که تقسیم میشه میاد، مثال داره الان ببین سیمکشی داخل موتور میاد اینجا، بین این مهره ها با پین های داخلش تقسیم میشه میاد داخل موتور. چراغا همینجور، پشت کیلومتر همینجور، چراغای عقب همینجور. هر قطعه برقی توی خودرو سیمکشی مادرش با سیمکشی که به اون قطعه وصل میشه از هم دیگه جدا میشه و مابینش یه سوکت میخوره. خیلی وقتا پیش اومده، ما اومدیم 99% برای ما پیش اومده که با جمع کردن پینای داخل هر سوکتی مشکلات برقی و ماشین حل شده. الکی ببین یه وقتایی میبینی سیگنالای خوبی از سیمکشی مادر نمیاد و این گول زننده است. طرف اولین چیزی که به ذهنش میرسه برو فلان قطعه رو بخر بیار. شما یه چند ساعت مشکل ماشینت با قطعه نو حل میشه، بعد دوباره همین میشه. اینو حتما در نظر بگیرید که این قطعات آشغال رو ماشینتون نبندید.